تبریک میگم ایام الله دهه پرفروغ فجر رو و ایام جشن‌های شعبانیه. امروز خوشحالیم و خوشبختیم که دانش آموزان عزیز ما در مدارس غیر دولتی به این مقام‌های عالی دست پیدا کردن و امروز دانشجوی درجه 1 شدن. امروز شما دانش آموزان عزیز نشون دادید که اول خودتون رو باور کردید، دومی که ما به شما ایمان آوردیم، به قدرتمندیتون، به توانمندیتون، به افتخار آفرینیتون، و این نشون میده که شما نه تنها باعث افتخار خودتون، خانواده‌تون، مدرسه هستید، بلکه باعث افتخار استان و کشور هم شدید. شما بی‌نظیرید، درجه 1 عالی هستید. پس بنابراین باورهای بی‌نظیر درجه 1 و عالی باید به شما کار بکنه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که همواره مثل امروز بدرخشید و مایه مباهات بشید و یادتون نره که ایران اسلامی به شما نیاز داره. شماها دانش آموزان و دانشجویان و فرزندان این مرزبوم هستید. باید بسازیدش اونجوری که درخور و شایسته این سرزمین هست. دانش آموزان عزیز که امسال دانشجو هستند و این جلسه به افتخار این عزیزان برگزار شده، با همدلی، با همراهی و مشارکت مؤسسین محترممون این حرکت رو در امسال انجام دادیم. بر همین جلسه لازم میدانم که هم به اولیای محترم، هم به دانش آموزان عزیزمون و دانشجویان بزرگوارمون تبریک عرض بکنم. این موفقیت رو، این زمینه به وجود اومد که این عزیزان بر سکوی افتخار بشینند و به عنوان آینده سازان این مرزبوم ما افتخار بکنیم به وجودشون. که ناحیه که آموزش و پرورش چیزی حدود 38200 نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس غیر دولتی دارن تحصیل میکنن. اگر ناحیه 1 میدرخشه به همت همین دانش آموزان، به همت همین همکاران ما در مدارس غیر دولتی است. دبیرستان دخترانه پردیس، مؤسس محترم سرکار خانم لیلا بازایی عزیز، مدیریت محترم سرکار خانم پریسا بازایی عزیز، دانشجویان محترم تارا کهزادی رادیولوژی، درسا شفاف اتاق عمل، آرزو فریدون دندان پزشکی، فاطمه علی حسینی پزشکی، مریم روستا شیمی، مبینا سلیمی مهندسی کامپیوتر، ملیکا اسدی مهندسی نفت، ملیکا رضایی شنوایی سنجی، یاس شاه علی زمین شناسی، نرگس ورزنده الهیات فقه و کلام، مهسا ایرجی پزشکی، گلاره عسکری مهندسی معماری، کیمیا اسماعیلی، هستی فرهادپور پزشکی.